اگر حکومت روس طلب کند از من همچنین یک правоприемники دنیوی جوابگری تمام دولت‌های سابق شوروی سابق مرحمت من میگردانم دولت روس تیار است که 25 سال حیات مردمانی رو برگرداند با نرخ دنیوی این 500,000 نمیشه نه 100 میلیون میشه. درود بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شعله گلخواجه با شما هستم. عزیزان، قبل از تفصیلات خبر گزارش شد توجه کنید به سرخط موضوع امروز 9 مارس. در حالی که روسیه از پیشنهاد سبوکی ها به مهاجران صحبت میکند، از کرامت شریپوف طلب شده است که 5 میلیون روبل را برگرداند. مرحمت ما برمیگردونیم، شما هم برگردونید، 25 سال حیات من رو برگردونید. روسیه در حال به فکر سبوکی های نو به مهاجران شد که مقامات این کشور یک نفری را که سالهای طولانی در خدمت این دولت بود از همه امتیازها محروم کرد. مقامات روسیه از کرامت شریپوف، یکی از حامیان معروف حقوق مهاجران توجیه خواستند بیش از 5 میلیون روبل نفقه در 2 سال اخیر گرفته‌اش را برگرداند. کرامت شریپوف که سال 2017 با گناه رعایت نکردن قانون‌های مهاجرت روسیه به تاجیکستان اخراج شد، میگوید که این طلب اساس ندارد. همکاران ما در دوشنبه و پراگ این مسئله را پیگیری کردند و جزئیات را میرزا نبی خالقزاد توضیح میدهد. کرامت شریپوف که بعد محروم شدن از حق شهروندی روسیه در دوشنبه زندگی میکنند میگوید نامه با طلب برگردانیدن نفقه به دست همسرش در مسکو رسیده است. و گفت طلب کمیساریات نظامی روسیه غیر قانونی است، چون که 25 سال در صف ارتش این کشور خدمت کرده است و با گرفتن معاش بازنشستگی حق دارد. قانون هم سال 1993 قبول کرده شده است که سابق دولت روس جوابگری تمامی وزینهای امروزه در دولت بعد از دولت شوروی هست. اساسی در این پونکت است که در گرداندن نفقه شخصانی که در قوای مسلح دولت‌های اسنگ خدمت کرده و دولت تاجیکستان دولت اسنگ حساب می‌خورد. نسخه نامه در اختیار رادیوی آزادی هست و در آن ذکر می شود که کرامت شریپوف نفقه در سالهای 2018 و 2019 گرفته‌اش را اختیاری برگرداند. ما برای شرح قضیه به مرکز حفظ اجتماعی کمیساریات حربی ولایت مسکو تماس گرفتیم و در این نهاد به ما گفتند که مسئله مذکور را تنها با کرامت شریپوف شرح می‌دهند. حامی حقوق مهاجران تاجیک روز 7 مارس در صحبت با همکاران ما در دوشنبه گفتند که امکانی برگردانیدن پول را ندارد و اگر برگرداند هم حکومت روسیه در عوض باید به او جبران بپردازد. برگرداندن این مبلغ پگاه نگاه میزنن که خودی کرامت شریپوف فروخته شود، خودت فروش گردون با چی برگردانده شود. مرحمت ما برمیگردونیم، شما هم برگردونید، 25 سال حیات من رو برگردونید. سال 1999 تا سال 2017 من از حکومت روسیه نفقه میگرفتم، همین گوته اساسی خود شد و بعدتر اومدن مکتوب نسبت به آدرس جای استقامت من به مسکو که از سال نوامبر 2017 پس از برآوردن استودیو بیلسکی و تا ماه نوامبر 2019 نفقه گرفته شده برگردانده شد. با من سوال پیدا می شود اگر حکومت روس طلب کند از من همچنین یک правоприемники دنیوی جوابگری تمام دولت‌های سابق شوروی سابق مرحمت من میگردانم دولت روس تیار است که 25 سال حیات مردمانی رو برگرداند با نرخ دنیوی این 500,000 نمیشه نه 100 میلیون میشه، چون در حالت اشتراک کردن در خود همون جنگ‌ها زنده ماندن ما بعدتر اشتراک در همه عملیاتی که بودن از طرف وزارت مدافع اشتراک افیسر و شمول تحت نظارت من و دیگران بودم، این هم جوابگری دارد و چرا اینقدر دیر کردن؟ سببش میدونم، سببش نوشتگی است که خب موافق امروزه پیشنهادیان از طرف خدمات مهاجرت روسیه
که برآورده من شهروند این دولت نیستم. مایلش شهروندی رو با من کی داد؟ چرا آنها در زندان هستند؟ آنها روس بودن. تا این روز نیست کار جنایتی در دولت روسه که اعضای سویت безопасности بودیم. در خیلی ارگانیزاسیون سویدرونی ناز. دیگه در پاسی پارلمانت اسامبله دار. در همه جا اومد بالا میکنن که ما هستیم دولتی که امروز دولتی دموکراتی هستیم و حقوقیشون از طرف ما ویران کرده نمیشه. من دیده ایستادم که اساسی حقوق ویران کنی نسبت دولت‌های سابق شوروی هستند. ازبکستان، تاجیکستان نسبت شهروندای ما هست. و پیشنهاد اون رو شما میدید در یوراسیای سیاسی ما بودیم غلام 70 سال. از نو غلام شدن لازم نیست. طلب این رو رسما گرفتید دسترس شد؟ من دسترس باید آورده باید پشتی که نزدی هست داخلی خانه پرداخته کردم. چون که از 25 نوامبر 2019 امضا شده است از طرف وزیر کمیسریاتی ولایتی области Москва ولایت مسکو و از طرف خیلی پنسیون فوند برگرداندن این سود شود برای که با اختیار خیلی خمار добровольно возвращение называется суд. Локи این سودی دارد، طلای سودی دارد و البته اوضاع نزدیک سر میکنن با کاری خود مشغول میشوند. اینا میگه از چهارم دیالایی که نسبت روسا میشوند بعدتر این دیالا هم به مانند دیالای پیشینه بود هم پاسپورت و هم رجیستراسی خانه و هم روداریدی با SPC با سودای اروپا پیشنهاد کرده میشود. یعنی اکنون شما با مراجعه میکنید؟ البته کردم من یک چیز شما رو قید کردم. وقتی من گپ میزنم بسیار گپ میزنم که روماشری بود نسبت خود محافظت پیدا کرده که میخواد خود رو محافظت کنه. تمام عملهای من، تمام حرکت‌های من و بردی من این با منفعت ملت تاجیک است. و ملت تاجیک امروز تازه فکر میکنه که در دولت شوروی هم که نباشه تحت نظارت روس هستیم. چی میشود آینده ما؟ یگان دیالای ادمنستراتیوی که уголовный جنگ امروز برد نشده است از طرف شهروندان تاجیکستان که شهروندی تاجیک بعدتر شهروند روس شده و باید بداند امروز ملت من که تمام این حرکت‌های من برای با سود شما سوال دادید این است که بداند دولت روس چه سیستم را به وجود آورده است. خودی SNG، خودی ODKB، خودی شوس با این اوما برای ملت یگان فایده ندارد. لازم شد به مانندی که چهره سال 41 بود هجوم شد به دولت روس، به دولت اسلامی، بلاروس و اوکراین. اگر مبادا با ما هجوم سر شود از سرخط از دیگر همسایه‌ای که بدونی که چه تروریسم داریم با ما کسی یاردم کرده نمیتونه بغیر خود ملت تاجیک و مدت دراز که 25 سال 6 ماه ملت عمومی خدمت من هست اونو در روز گفته که نیست و من میدونم سببش چی است. سبب اساسی اون بود که این جامعه تاجیکان وقتی که صدا برآوردن ما بود نسبت در دولت روس دست کشیدن از غلام بودن ملت تاجیک و این پیشنهادها رو با حکومت تاجیکستان و با دیپلمات‌ها ما گذرانده بودیم رسانده بودیم با دولت روس این ضربه بود چون که تمام 99.9% این روزا مهاجران ملتی تحت نظارت شخصانی هستند که فئودالیسم رو پیش میبرند. یکی غلامداری فئودالیسم است. آنها بودن و آنها صدا برآوردند و با صدای آنها من خودم نظر نمودن که چاره و اندیشه خوبی در کار است و دید دولت روس با گفتنیم که این حالت شدگی است به یاردم تاجیکستان نشده است. اینها را بی‌دماغ کردن در کار نیست. من یک چیز دیگر را تحلیل کرده برآمدم. شما ببینید در 28 سال حیات دولت‌های دنیوی حرکت کردند که در حالت ویران کردن حقوق انسانی شهروندان در دیگر دولت‌ها پرزیدنت‌ها برآمد کردند. سیمی و تاجیکستان در 28 سال یک نفرم بیرون از دولت بود که مثلا ویران کردن حقوق انسانی بود. ویروس تاجیکستان طلب می‌کرد که ما قبول کردیم و چرا با نفقه وای دست دادید؟ شما ما را مجبور کردید ما آوردیم کراوات شریف با عوض 1 میلیون مهاجر آوردیم. شبانه بود سخندید 1 میلیون تاجیک یکی برآوردن کراوات شریف تاجیکستان با این راضی شد شکست کنه. بلیط مؤخرا سفر پوتین با اسرائیل زنی که با مواد مادر با قاچاق دست داد با داروفروشی حتی حکومت اسرائیل طلب کرد که برگردونه تویانا برگردونده از اون وای گناه داشت وای دیدن و می‌آورد می‌فروخت یکی با خودش می‌کرد. چرا امروز دولت تاجیکستان خود دولت سوئیت من دیدم که در آسیابانه دو دولت بود یکی ازبکستان دیگری ترکمنستان که برای ملت چون میرزویف هم گفت خودت باید راجع از کسی رویتون ولی رسما اینو دست می‌کشید فقط از استقلالات چی میگن برای چه حل قانونی کردن
اگر من شهروند دیگر دولت اروپایی میشدم این کار آنها نمیکردم. هر یک قانونی که قبول میشود قانون پیشینه است و امروز است دولت روس این از روی بی‌صاحبی و سرپرست نداشتن تاجیک است. آنها دیدن که در این موزه در سیمای روبروی دولت فقط شخص آواز بلند نمیکنند و در دقت نکرد رامونوف باید میگه که نسبت مهاجرت ملتی قطعی کار کردگی نیست یکی یاردن به این مهاجرت نکرده است و اگر داخلی تاجیکستان باشد و آن چیزی که من کردم که در گرد اطراف من کردم به مهاجرت این ممکن 5% که 2% رو حکومت تاجیکستان کرد و اینا خاموش شدن. این ریتینگ اساسی کرامت شده در از مهاجرت ملتی بود. برای روسو برهم دادن ملت به زندان پرتافتن تاجیک یکی در حالت وزن دادن حقی مزد کاری این شخص این یک فایده کلان بود. ببینید که در رقم‌های ما هستند وقتی که من رو برآوردن مراجعت اول 1 میلیارد پول تو مهاجران ملتی اسنگ در مسکو بود که زیادتر از 1 میلیارد در اوبلاست مسکو بود. این 2 میلیارد پول کجا شد؟ در دست آنها ماند. یعنی برای این باید خودتون به دادگاه مراجعه کنید و الان چیکار میکنید؟ نسبت طلب وزارت دفاع نسبت وزارت دفاع تنها در حالت سودی ما تیاریم برگردانیم چیزی که آنها میخوان برگردانیم و آنها تیار باشن. من باوری دارم که اروپا طرفدار من است طرفدار انسان است و آنها بعدتر از اون فکر میگیرن که این پسونی که از اروپا طلب از روسیه میشن مرحمت گردونید بگردید نه کمتر از 100 میلیون میشه. ببینید که چند دیال ما هست که پچه کمیته پروانچ حقوق انسان در نزد اون ما اوج علاقه بریدیم ما انتظاری آخران پاسخ هستیم. دولت روس نوشته بود دیگرش هست ببینید در خیلی اسپچه اصول اروپایی استراسبورگ اینا هم برای خلق دیالای چهارم میرود نسبت روس و باید این کار شود که آینده روس با چنین دهشت با چنین وضعیت به سر ملت که ضربه خود را نبیارد. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در بین این طبقه در روسیه شناخته شده است و که پیوسته سیاست‌های روسیه و تاجیکستان و به خصوص کارفرمایان روس را تنقیل می‌کرد. ماهی دکبر سال 2017 دستگیر شد و دادگاه روسیه بعد این مدت کوتاهی گفت که کرامت شریپوف غیر قانونی شهروندی روسیه را به دست آورده است و برای همین باید از آن محروم و از قلمرو این کشور خارج کرده شود. خود کرامت شریپوف میگوید این امر دادگاه فقط یک قصاص از او برای حمایتش از حق مهاجران تاجیک و تنقیدهای سیاسی روسیه بود. حالا در دوشنبه است و به همکاران ما گفت که به واسطه اینترنت با سازمانش جنبش مهاجران کره تاجیک همکاری دارد.